در پی بالا گرفتن اختلافات اقتصادی دونالد ترامپ با ژاپن، کمپانی تویوتا تصمیم گرفته تا نقش خود را در بازار خودروی ایران پررنگ‌تر از قبل کند. صاحب کمپانی تویوتا میگوید ما در سال گذشته 5000 دستگاه تاکسی هیبریدی را برای صادرات به ایالات متحده تولید کرده بودیم، اما اکنون در پارکینگ داره خاک میخوره. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا این خودروها رو به ایران بفرستیم و با اقساط دراز مدت در اختیار رانندگان تاکسی قرار بدیم. اما مسئولان این شهر پیشنهاد ما رو رد کردن و میگن تهران به تاکسی هیبریدی نیازی نداره. رئیس شورای شهر تهران در این باره میگوید ما در صحن شورا پیشنهاد خودروساز ژاپنی رو بررسی کردیم، اما به این نتیجه رسیدیم که اگه راننده تاکسی تهران همین الان تصادف کنه میره کنار اتوبان صیاد ماشینشو درست میکنه، اما اگه تویوتا باشه از پس هزینه‌های اون بر نمیاد. وزیر نیرو هم گفته خودرو هیبریدی علاوه بر اینکه مصرف برق کشور رو بالا میبره، برای خود رانندگان تاکسی هم خطر برق گرفتگی رو همراه داره. اگه قرار باشه یه روزی خودرو هیبریدی وارد کشور بشه، باید قبلش وزارتخونه‌های نفت و نیرو با هم ادغام شده باشن تا ما یک شب قیمت برق رو بالا ببریم.